خب ببینید بلوک سمپاتیک زدم، این پا اصلا یخ بود، الان داغ شده، گرم شد قشنگ. این پا هنوز تزریقاش انجام نشده، سرده. این که قشنگ پا داغه، خیلی خوب شد. خانم 38 ساله‌ای هستن که به علت تعریق کف دست و پا به من مراجعه کردن. برای پاهاشون که تعریق زیاد داره میخوایم براشون بلوک سمپاتیک کمری انجام بدیم. من بگم بهت میگم ای خدا بگیر. خب ببینید بیمار خوبم که سوالم خیلی میپرسه. دماش 30.7 بود. بعد از اینکه بلوک سمپاتیک انجام دادیم برای سمت راست کمر، دمای پاش شد 32.9 داره همینطور میره بالا. بنابراین بلوکمون خیلی خوب بوده. سمت راست رو زدیم 33 داره همینجوری میره بالا. یک مسابقه مهمه 33.1. ما میریم سمت چپ رو بزنیم. ببینید دمای بدنشون تو پای راست 34.9 شد، حدود 35 شد از 30.7. حالا اومدیم سمت چپ رو تزریق کردیم، اونم بلوک سمپاتیک کمری سمت چپ. خدمت شما نمونه کار دکتر آزاد. پات گرمتر شد؟ خیلی